کنیم دیگه. الان چطور؟ آقا سلام نکرد بره. سلام تربیت اکنون شانسی دارم. آقا من بچه ها چاقو برداشتم. آکن چاقو یعنی فقط با چاقو میتونم چند تا چاقو داریم؟ از هر کدوم دوتا بیشتر. ناکن چاقو الان مثلا واسه من افتاد کلا باید با چاقو بکشم. بدبختی اینه. خب بازش کن پرهام. بودو پرهام کن. ببینم این تقلب کرد. ببین به خدا دیدم دیدم. کاغذ برداشته و برش دیده بود. دیدیم آقا این حساب نیست یه بار دیگه. اول من خودم دقت میکنم بچه ها. اصلا به تصویر نگاه نمیکنم. اینم دوباره کن. کو ها اسنایپ. خیلی آسونی دیگه. الان با چاقون رندش میکنم چون با اسنایپ خیلی ضعیفه. حالا بچه الان من تصویر رو برمیدارم. بچه تصویر رو برداشتم. خب کاغذتون انداختی تو لیوان. خب بچه الان رادیو بزن. راست میگی. نشستن کنارش که بازی کنم با کنارش نشستم دیگه. منو میبینه کجام بهش رندم. حالا با اسنایپ خیلی ضعیفه. فقط اسنایپ نمیتونی نه سگ بیاری هیچی نمیتونی. منم نمیتونم بیارم. ای تو زندگی. آقا فقط میتونیم با شاتگان و گان تقلب کنیم. مثلا اینایی که زرد میشن خب اونا رو فقط میتونیم با شاتگان و گان چیز کنیم. چرا؟ بیا باید دیگه بنازم. ضعیفی ضعیف. بازی شور نشده نگو ضعیف. آخه اولین شاتو من زدم. مردی که گفتم ضعیفی. جنازتو خب لیو نده بابا بشین بازی تو بکن. دارم ویدیو میگیرم میگه لیو میدم تو کلتون. مردی. اینوری گرفتن اینوریش کرد. بچه ها هیچ کس از راز من خبر نداره که چه شکلی با چاقو راحت میکشم. یه رازه. واسه بچه ها هم شاید یادتونه من اونوری گرفتم بعدش مرد. یه رازه هیچ کس نمیدونه. بعد به اونایی که کالاف بازم میدونه. آقا وایسا دیگه انقدر جامپ نزن. وایش میدارم و یه بار دیگه ویدیو بگیرم. نامرد هی جامپ میزنه. الکی جامپو گذاشتم که جامپ بزنه وسط بهتری. یه دونه شات بزن حداقل. خداییه شات بزن. حالا یه دونه بزن. حالا بهت بگم چیکار. اسکینت خنده داره ایشون. من اصلا نمیخندم. من اصلا از خنده تو خوشم نمیاد چون زبدریه. نکنی چه شکلی خنده است یا ترسان که نمیدونم. حالا سم چرا نمورد؟ واو یک شیش. چون خواستم بکن بزنم. ببین نمیذارم. عشق بچه ها این شاتو میزن.
اگه این شاتو زدم بس سابسکرایب کنی. آقا زدم بس ساب کنی. ساب کن ساب کنیم بچه. خب اینا زدم باید کامنت بذاریم. کامنت باید بذاریم اینو زدم. ایسا اینجا جامپم کن. کنده که نشد رفت یه لحظه. بچه اینو زدم باید لایک کن. ویدیو رو باید لایک کن. لایک کن. کاشکی شاتا رو میذاشتم رو 20 تا 40 تاست. اینو زدم باید کامنت. اون دست رو باختم. تو شات منو یه بار کشتی به خاطر همین اون حساب نیست. ها ببین اینو زدم باید زنگوله رو فعال کنی. نمردم که. یه کار میکنی که مغزم بپیچه. فکر میکنم بازیم کرش کرده. آقا زنگوله هنوز در کار هیچی. آقا این شاتو زنگوله رو فعال کن. فعال اینو میخوام فقط. خریداری جعبه خریدارم. بنازم چی شد؟ همه چیزش طلاییه. ماسک صورتش انقدر زشته دیگه طلایی نبوده. نشون میدم. ماسک شخصیه بچه ها. والا نمیدونم. اونم ماسک کالاف دیگه. این خیلی آقا 100 تا آدم همین اسکینو دارم. بهش میگیم ماسکم شخصی. هر کی اینو بخره ماسکش هم میشه. بچه داره زر میزنه. من بهتون نشون میدم اگه نداشته باشین. ببین هدشات با چاقو تالا هدشات زده بودم. نه فکر کنم. خیلی سم. شایدم تو یه ویدیو کالاف گذاشتم با داداشم بود. بازم شاید اونم با چاقو میشه. بچه هم شاید صدا هدشات اومد. بچه ها اگه قبول دارین هدشات بود اون یکی تو کامنت ها بنویسین هدشات بود. میفهمی. وای از قصد گذاشتم. اگه الان جام چیز کیلا بود 20 تا بود دیگه پدر در اومده بود. هنوز 3 دقیقه خورده ای داری آجی. خیلی زود شات میزنم. کوشی هدشاتت کنم این سری. بچه اگه قبول داریم من کالا پلیر تر از داداشم ساب کنم. چیز کامنت ها بنویسیم. اگه داداشمه یعنی پرهام از من خفن تره چیز کنیم. تو کامنت ها بنویسیم پرهام. ببین الان همه میان تو کامنت ها پرهام می نویسن. فربود ایناشش دارن دنبالش میگردن. میبینم بچه یه بار 23-8 بردمش. الان هم 14-19. کوشی نه آره الان 14-19. 4-19
زد 14. حالا 4 20. از 3 دفعه. تو هیچ وقت 14 خواهی نداشت. هیچ وقت هم خواهی نداشت. شک داره با چی زدم. چرا داره بچه خودتونم شاهدین داره حرف اضافه. من اول پیچیدمت بعدش. آقا این هدشات بود. این هدشات بود. بازم حالا بگو نبود. دیگه بچه ها شاهدن. حاجی کاشکی گان در می آوردن. الان که رنده بود تستم سگمون بفرستم. همه کار میتونستم. حیف که چیز بود. آنانازی بودیش بیشم 4 تا وایسا 20 عقبی. حالا اگه تونستی کامبک بزنی اسممو عوض میکنم. اگه تونستی تو این تایم کم اصلا نمیشه وقتا. آجی الان با گان بودم نصف میشد به خدا. اکسس وانگلنه انقدر خفنه جونش زیاد که هیچی. مینیگانم اون ستا رو اگه میشد استفاده کنم. 3 تا دیگه خدا. کی منو زد؟ تو منو زدی؟ کجا زد؟ بچه ها اگه دیدینش تو کامنت ها بنویسید. به خدا من ندیدم. آره بابا اینا این شات رو بهش به بچه ها میدن. آفرین نتونست. سه دفعه نه دیگه بس بیتربی عدد داشت. بچه ها داداشم 8 سالشه این کارو با من میکنه با شما هم میکنه. بچه ها مثل که تا اینجا ویدیو رو دیدین تا ویدیو بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین تا ویدیو و خدا نگهدار.